In the name of Allah, practice the question and answer. تمرین بکنین سوال و جواب را. What are they doing؟ آنها چی انجام میتن؟ They are singing a song. آنها زمزمه میکنن یک آهنگ را. ببینین the number one ای شاگردا singing the song میکنن. خب امی رقم شما ببینین 6 تصویر برتان داده شده. شماره اول در کتاب کار شده. شما 5 شماره دیگر باید خودتان کار بکنین که What are they doing؟ You can say they are reading books و به می رقم دیگه تصاویر انجام داده میتونید. Ask and answer بپرسین و جواب بدین. Are they doing homework؟ آیا آنها homework یا کارخانگی خودن انجام میتن؟ Yes they are. بله. No they are. نه خیر آنها نمیتن. They are watching TV. آنها تلویزیون تماشا میکنن. خب بیاین به شکل سوالی این بار جملات بسازین. قبلا میگفتیم که اونا چی انجام میدادن. آله شما ببینید آنها چی چیز را انجام میدن به شکل سوالی. خب در این قسمت ببینید the number one they're watching TV. خب به می رقم شما 3 تصویر دیگه هسته که برازی هم نظر بینمی لغت به این جملاتی که گفته شده شما میتونین انجام بدین. Let's build بیاین که بسازیم. A. Make sentences بسازین جملات را. She's walking او دختر یا او خانم قدم میزنه. They're throwing a ball آنها پرتاب میکنن توپ را. ببینین شاگردای عزیز ما یکی در قسمت توضیح داده شده برتان walk آورده. walk است به معنای قدم زدن است و یک فعل است verb است. خب این فقط یک verb است. وقتی که walking میشه یعنی ing در اخیر کلمه گرفته میشه این باز فعل ما را در حال جاری نشان میده یعنی این حال و نمو عمل جریان داره. وقتی که میگیم walk یک عمل ثابت است قدم زدن معنا میده. walking یعنی در حال قدم زدن است. she is walking او خانم در حال قدم زدن است. این نمبر 3 رو ببینید. she is walking این خانم در حال قدم زدن است. یا ببینید در این قسمت گفته they are throwing a ball آنها پرتاب میکنن توپ را. خب در این قسمت ببینید در حال انجام دادن این کار است. throw کس به معنای پرتاب کردن است ولی یک حالت ثابت است یک verb است فعل است. وقتی throwing میشه نشان میده به ما که در اینمی لحظه او کار انجام میشه و همیشه همراه is are و am ما میتونیم که اینمی فعلای خدا چی بکنیم به حالت جاری نشان بدیم. خب مثلا در این قسمت ببینید اگر ما داشته باشیم walk این یک حالت ساده verb است ولی وقتی که میگیم walking میشه حالت جاری و گفتیم یکی ما to be verb داریم که to be verb های ما 3 دانه هست در زبان انگلیسی. یکی is است دیگه are است و دیگه هم am است. خب این 3 to be verb ما هم بر سابجکت های خاص استفاده میشه. مثلا is که هست برای he استفاده میشه بر she استفاده میشه و بر it استفاده میشه. am که هست فقط برای I استفاده میشه و دیگه are که هست برای you they و we استفاده میشه. خب بیاین کال در جمله را کار ببریم و یکی دیگه وقتی که ما بخوایم جملات در حالت جاری به کار ببریم یعنی نشان بدیم که در اینمی لحظه یک کار انجام میشه. خب این مربوط زمان حال جاری میشه که استرکچرش این رقم است. خب بیاین این قسمت ببینین استرکچرش میشه خب استرکچرش میشه subject plus to be verb plus verb ing و plus object یا complement. خب این میشه زمان حال جاری. وقتی ما به جمله را بسازیم یعنی نشان بدیم که یک عمل در حال حاضر جریان داره مثلا همونطور که او خانم در حال قدم زدن است این میایم استفاده میکنیم. ببینید سابجکت ما هست she
پریورب ما چی هسته؟ گفتیم is. به خاطر she ما از استفاده کرده میتونیم میشه is. و دیگه ما داریم که verb ing. خب verb ما چی هسته؟ talk است نه؟ walk است. verb ما walk است و در اینجا میتونیم بگیم که walking ing هم اضافه میکنیم وقتی که بر ما چی شوه؟ جمله ما حال جاری شوه. خب یک جمله کامل شد. she is walking. او در حال قدم زدن است. مثلا he is working. او در حال کار کردن است. مثلا she is cooking. و می رقم ما نشان بدیم که جمله ما در حال حاضر جریان داره یعنی اتفاق میفته. خب این بود از موضوع درس ما. انشالله شما هم یاد گرفته باشین و به تمام تصاویر اشخاص که اینجا میبینین و حرکت هایی را که انجام میتن شما باید به می رقم جمله بسازین. میریم به صفحه بعدی. در صفحه بعدی داریم ask your partner. از پارتنرتان بپرسین. خب در قسمت معلوم نمیشه what are they doing. EWs فکر کنم بله. what are they doing. آنها چی کار انجام میتن. they're sleeping. آنها خواب هستن. ببینین به نمبر 1 what are they doing. امی رقم شما هم سوال بکنید و هم جوابش نوشته بکنید نظر بین می تصاویری که برتان داده شده. what are they doing. they are sleeping. مثلا نمبر 2 را می رقم سوال بکنین what are they doing. شما گفته بتانین که they are doing magic tricks نه. و می رقم شما میتونین جملات بسازین. خب بیاین در قسمت گفته listen and check. بشنوین و چک بکنین. خب این هم مربوط آدیو میشه. اگر آدیوش داشتین باز پلی بکنین. در این قسمت گفته ask your partner. از پارتنرتان بپرسین what's he eating. what's he eating. چی چیز را او بچه میخوره. ببینین یک کیک است میخوره. باز شما میتونین جوابش بدین. number 2 what are they playing. آنها چی بازی میکنن. شما گفته میتونین they're playing baseball. تمامش به نمی زمان جاری است نه. و شما میتونین که به مو استرکچر که براتون دادم از او استفاده کرده جملات رو بسازین. number 3 رو ببینین what's she reading. what's she reading. شما گفته میتونین she's reading comic books. او چی میکنه؟ کتاب طنز میخونه. number 4 what's he doing. او بچه چی انجام میده. شما گفته میتونین he's doing he's singing song. امی رقم شما گفته میتونین he's singing song. و به می رقم جملات ساخته میتونین.